قبل از توجیکستان بیرون برآمدم و سبب‌های بیرون برآمدن من از توجیکستان در آن بود که من سابق در توجیکستان فعالیت تجارتی داشتم و با صاحب شخص یک از دامادهای ملی رحمان رخ داد برخوردیم و بسیار مشکلات‌های دیگر سیاسی که در تاجیکستان بود و بنابر همین ما از تاجیکستان بیرون آمدیم و دیگر سبب‌هایی که امروز در منطقه اروپا من در یک کشورهای اروپایی هستم و از طرف پلیس بین الملل روز 2 فوریه دستگیر شدیم و پلیس بین الملل موافق کنوانسیون بین المللی وابسته به حقوق انسان چون من در این دولت عرضه پناهندگی دارم و عرضه پناهندگی من بررسی شده ایستاده است و تاجیکستان با اتهام ماده 282 و 340 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده باز کرده است. نسبت ما همه این پرونده ها انگیزه سیاسی دارند چون قبلا ما در تاجیکستان فعالیت های سیاسی داشتیم و خود پرونده که نسبت من مقامات کروپسیا باز کردگی است از طرف خود سعید فتا این مسئله بررسی کرده شده است چون که ما با سعید فتا در یک صحبت کوتاه دعوت شده بودیم. دیگر یک سببایی که این اتهام‌ها و این یا در آن بود که من سابق دیرکتور گنرالی شرکت گولد تور ترانس و سرمایه‌گذار شرکت گولد تور ترانس بودم که با عمرعلی قوت همکاری داشتیم. در این شرکت 107 عدد عمومی شماره автомашین ها 80 عددش از عمر قوت بود و 27 عددش از من بود و این فعالیت ما اصلا از جمهوری برکشانی از جمهوری خلقی خیتای به جمهوری افغانستان و تاجیکستان انجام یافت فعالیت ما و قسما به جمهوری تاجیکستان بار میکردیم و قسما به جمهوری کردستان بار میکردیم عموما فعالیت‌های بین‌المللی را انجام میدادیم ولی متاسفانه اینا همه تصرف کرده شدن اینو بر سببی که ما قصد سیاسی داشتیم